میگم ما به تو چند دفعه لیاز مراد کنم های؟ تو مگذار فکر نمیکنی که من گوشنه چرا تخم مرغ نمیکنی با امرو به چند سال بعدمه ها؟ خودتونه ما خود کله گنده تو ها؟ قبضی چی؟ نال تو فشو میدم تخم مرغ تخم مرغ تخم مرغ بیلا تخم مرغ کو چه کار میکنی گیلا؟ ها؟ چه کار میکنی مرغه؟ همین مرغ فشار میدم که تخم مرغ کنه مرغ فشار میدی که تخم مرغ کنه؟ ها چرا؟ گوشنه ام خاک برنگ تو چرا مرغ فشار میدی؟ خود تخم مرغ نمیکنه بیلاهان دیونه نه ده فشار چه تخم مرغ کنه نگه وقتی بیار مرغ ببین من کجا بیارم؟ بگی که برم مرغ بیا که برم تخم مرغ نکن نگاه آخه تو کدو عقل خوب بگیرتی های مرغ فروش شدی همین تا فروش شدی کسی زنده کج را میره او دیگه تا زنده باشه تخم مرغ میکنه تو گردن تو بند باشه تخم مرغ نکن با قصه مرغ خراب کرده میگه تخم مرغ نکن بیا که چه بیا ما که میگه تو کمبود داری میگه ندارم کمبود داری تو کمبود داری خب میگم تو فشار دی میفته تخم مرغ تو تخته کم داری سه گوزه چی کار میکنه چیکار میکنه؟ مرغ همین تا فروش شده میگه باش کی تخم مرغ کنه هر سکی میگه همین تا فروش شده که سر پلوک را میره بگیر تا مرغ سفید تا فروش شده شرقی کسی مرغ فرو میشونه آخه من گفتم این فروش نمیده ما کم فروش که تخم مرغ کنه گوشنه ام کم داره یا نداره تو که عقل کمالیان میگیری همین کت تر چینی بشی پاگه من نمیدونم کوکو میکشتی وردگه ما اون زفوری نمیشودن که میکشتن بلیا برو سکو تو وای 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 شیطون نگه چشمه دیر در کن رد تخم مرغ بمرده بخی برو به خونه بخی گوشنه ام هنوز آخه هم گشتگی خور داره هر که مفاجر به خود فهمیدی یه علاقه من دیگه درس دی من دیگه اون عقل که من دیگه به سهرها بره به قبرستون کنه میدی بخی تو اموره شیطانی که خود کله گنده خواه برو بدونی که با خدا به تو کمشی بزنی نه برو ببین تلی کنون خور سوالو تو برو عجب کردیم های تازیه جور ماشاءالله لایک گل سلام علیکم یار خوشحال بخیر سلامتی خیریت خوب است کار میکنی براش هیچ اینا بده رویدم من ببرم به میدان بخیر تحت زکا آه اینا چیغ زره است این اینجوری بسته دیگه اینا جون سر بده هر راه بده من چکا تو چی کرده ما به دکون میفروشیم هر بکن میتونیم اینا خیلی برو خیلی باشه من فرقون رم بار زدم اینا هم باشه هست. دیگه من اونا رو همه به یک روز که داره نمیکنم دیگه میام به اندازه فروش کو میام ور میبرم اینا رو میته بده همه به ما بدید مشکل نداره چی فرق میکنه چی شما چی به میدان ببرم شما چکی میدی منو نمیدی دستگی میدی هر مدل که تو خوش اینا داری. برار من اونه که من 60 روپیه من میدم چی من 60 روپیه من 60 روپیه بله ها من 60 روپیه که تو میدی خسایه میبری به میدان بار از اینجا پول تل مصرف میگیری ما خود میام از سر زمین اینا رو خود دره میکنم میبرم نه تو زحمت رو کنی فوق بیا اونا به ترازو طول کو بده به دستم که بکنم دره ویدان هم به جان خود مشکل دیگه چی نداره می‌گی؟ چند حساب کنم شما زن چی روپیه سر خب مگه اینا به میدان میبرم که با من 100 روپیه میده خب شما هم در کل فایده خب میخوره برو 40 باش روپیه تو فایده می چی کرده ما چه بگیم روپیه هر چی بده من یک پینجه‌ای به شما میدم اونم که خود شما بیایم سر زمین کارا رو بجام شما اگه خوش داری برو اما این فرقون رو میبریم میکشیم ما هر چی که ما احکام فرقون جا کردی هر اینا هم هست دیگه اون فرقون خیلی این هم همه چینده شده خوبه صحیح مشکل نداره اینجا میام میبرم میفهمیدی
خوب لالایید گل همین فرقون یکه دیگه اینا هر روز مغز بیشتر هم نمیتونم از صبح وقت اینا رو مدیرم کنم خیلی حالا اینا رو بره که خودش آمدم ده کنترل کنیم چند دسته شما هم پا بی زحمت باور میدارم سه از این بزرگ دیگه اینا رو اینجا گذاشته شما منم یک پنجه‌ای بکشیم یک من شد 10 من شد 100 من شد معنی از شما از ترکاری هم تازه تر هم فکر نکنم نه میفهم صحیحه خیلی اونا سیک معمولا ما خودی هم چیکار داریم خوبه بیاین که بار کنم اونا رو اینا خیلی هیچ معلوم نمیشه تا فرغنده که تا کنیم رفت بینی الان همین تو خوب چینیم خوب چیندن هم بلد کار مونه بگرن کار خود فقط با خوردن خلالا من میام روز هر چی که لازم باشه دیگه بسته می باراش خوردن گپ بینی خدای سر شما لولو دیگه پاچیه این روز 1 کیلو 2 کیلو که شما بخوردن خوب این بگرد ما مردم به ترکاری خاطر خیلی آموخته درست میگی درست داریم پیاز چیزی ندارن داری فقط امسال این ترتزاگ اینجا یک کش داری قسمه هست ترکاری نداره هست که تاجی شما دیگه نگرم سعی کنیم که این باخت اونایی که باختی دارن کی دارن